اولین مبارزه کریم بدخشی در اروپا. بدخشی که کمتر از یک سال پیش از روسیه به آلمان آمد و هنوز هم در انتظار دریافت اقامت آلمان است، ولی پیشنهاد از طرف یک از سازمان‌های فرانسه برای فایت در تاریخ 4 اکتبر دریافت کرد. کریم بدخشی هم نه نگفت و این فایت را قبول کرد و حریف عبدالکریم بدخشی در این فایتر جوان فرانسوی به نام ژیبون فرناندز است. فایتری که 3 مسابقه آخر وی در سازمان کیج واریورز. کریم بدخشی فایتر 27 ساله افغانستان، برادر کوچک عبدالعظیم بدخشی که 5 فایت آخر عبدالکریم در روسیه و در سازمان ACA برگزار شده بود. آخرین مسابقه کریم بدخشی آگوست 2024 در مقابل فایتر از تاجیکستان. این مبارزه در کاتگوری بانتم به تاریخ 4 اکتبر 2025 در فرانسه برگزار خواهد شد، یعنی کمتر از 16 روز زمان باقی مانده است.